بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل القرآن والسنة مصدر التشريع، والصلاة والسلام على سيد ولد عدنان محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بینندگان عزیز و گرامی در هر کجایی که هستید و در این لحظات بیننده برنامه خودتان، برنامه بازسازی اندیشه هستید، خدمت یکایک شما عزیزان عرض سلام و ادب و خسته نباشید دارم. امیدوارم که از نعمت صحت و عافیت و تندرستی و شادمانی برخوردار بوده باشید. با برنامه دیگری از سری برنامه‌های بازسازی اندیشه پس از یک وقفه چند هفته‌ای خدمت شما عزیزان و بزرگواران هستیم. البته آخرین برنامه ایمان قبل از شروع مناسک حج بود و اینک بار دیگر در خدمت شما هستیم با جلسه دیگری از جلسات برنامه بازسازی اندیشه. و اجازه شما عزیزان خدمت جناب استاد عبدالرحمن فاتح که البته اینها بعد از یک وقفه طولانی امروز باز به استودیوی برنامه بازسازی اندیشه تشریف آوردن، خدمت اینها هم عرض سلام و ادب دارم. جناب استاد فاتح بزرگوار، خوش آمدین به برنامه خودتان، البته بعد از یک وقفه طولانی. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بنده هم به خدمت شما استاد بزرگوار و تمام بینندگان عزیز و گرامی در هر جایی که هستند عرض سلام و ادب دارم و امید که الله سبحانه و تعالی ما را در پناه خود داشته باشه و تشکری میکنم از شما، در خدمت شما هستم. سلامت باشین استاد بزرگوار، استاد عبدالرحمن فاتح که باز هم افتخار بخشیدین و در برنامه دیگری از سری برنامه‌های بازسازی اندیشه برنامه خودتان تشریف آوردین و افتخار بخشیدین ما را. خوب بینندگان عزیز و گرامی، همان گونه که مطلع هستید ما در این برنامه قضایای مختلف فکری را به بحث و بررسی و کنکاش میگیریم و البته باز هم در این برنامه با یک قضیه مهم، با یک موضوع مهمه که در این اواخر باز هم اذهان بعضی ها را به خود مشغول داشته میپردازیم و این بحث یا در این جلسه پیرامون یکی از گروه های منکرین سنت صحبت میکنیم. البته مشرکان و معاندان و خرافیون همواره از صدر اسلام تلاش کردند که به اسلام عزیز، به تشریع اسلامی ضربه وارد کنند و و تشریع اسلامی را به چالش بکشند و مسلمانان از صدر اسلام تا امروز همه متفق القول هستند که تشریع اسلامی دو منبع عمده، دو مصدر اساسی داره که یکی قرآن است و یکی سنت و بارها از طریق برنامه و برنامه‌های مختلف به این نقطه اشاره شد که سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم، وقتی سنت میگیم منظور ما حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم است که مبین و شرح دهنده کتاب الله قرآن کریم است. اما
میبینیم که باز هم در این اواخر بازار برخی از معاندان دین مبارک اسلام زیر نام قرآنیون یا اهل قرآن در حال پررنگ شدن است و میخواهند بازارشان را گرم نگاه کنند با مخالفتشان با سنت رسول الله، با مخالفتشان با احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم. و واقعا وقت میبینیم که عده خود را به قرآن نسبت میدهند، گویا پیروان قرآن هستند، گویا از احکام قرآن اتباع میکنند، انسان متعجب میشه که میبینه که قرآن خود در خود قرآن، در خود آیات قرآن دستور داده شده مسلمان ها را که و مسلمان ها دستور داده شده که از پیامبر صلی الله علیه و سلم اطاعت کنند. نمیدانم که اینها اطاعت و پیروی از رسول الله صلی الله علیه و سلم را که در کتابی که اینها ادعا میکنند و مدعی هستند که از او پیروی میکنند چه تعبیر میکنند. و تعبیر ما دقیقا نیست که اینها واقعا یعنی از قرآن فقط به حیث یک ابزار و یک وسیله برای فریفتن و گول زدن مسلمان ها و آنانی که در اطلاعاتشان در امور دینی سطحی است و کم است میخوان علیه از اونها استفاده کنند و اونها را از جاده صحیح و از مسیر صحیح و درست منحرف کنند. موضوع این هفته برنامه من قرآنیون است، رد بر آنانی که سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم، احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم انکار میکنند. چه بهتر است که این بحث جناب استاد عبدالرحمن فاتح از اینجا آغاز کنیم که اولین کسانی که نخستین کسانی که یا گروهی که یا افرادی که سنت را قبول نکردند و از قبول و پذیرفتن سنت به حیث منبع دوم تشریع اسلامی سرباز زدن، اینها که ها بودند و دقیقاً چه وقت آغاز شد؟ یعنی این موضوع در صدر اسلام در زمان صحابه هم وجود داشت، خدای نخواسته ای که بعد از انتشار اسلام و گسترش اسلام در خارج از محدوده جزیره العرب این مفکوره منتشر شد. با عرض سلام مجدد به خدمت شما و تمام بینندگان عزیز. حقیقتا جناب استاد چنانچه شما هم اشاره کردین خوبه که به یک نکته بسیار مهم اشاره کردین. قبل از اینکه به اصل سوال شما بپردازم به این نکته اشاره بکنم که واقعا اینها قرآنیون نیستن، ای کاش اینها قرآنیون می بودن. یعنی این اسم بی مسما هست. بله. این اسم بی مسمایی هست و اینها لایق بر این نیستن که به اینها بگه انسان بگه قرآنیون، چون اینها ادعا میکنن که قرآنیون هستند. و الا اینکه چنانچه به تعبیر شما اگر اینها قرآنیون باشند لابد باید از قرآن اطاعت بکنن و فرمان برداری بکنن. و ما در این برنامه ان شاء الله چنانچه شما هم اشاره کردین به برخی از آیاتی از قرآن کریم خواهیم پرداخت که دلالت صریحی بر این داره که این افراد گمراهند و در گمراهی آشکار به سر میبرند. اما کسانی که منکرین سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم بودند از زمان اول، یعنی از اولین بار که قرآن کریم شروع به نزول کرد و قرآن کریم به آمدن شروع کرد، گروه های مختلفی، برخی ها به هر حال به صورت کلی اصلا پیامبر رد کردند، برخی ها آمدن سخن پیامبر علیه السلام را رد کردند و گفتند که ما قرآن کریم را قبول داریم و سخن پیامبر علیه السلام را قبول نداریم، چرا که پیامبر هم مثل ما یک بشر، به هر حال هر چی که میگه قابل ارزش نیست برای ما نمیتونیم که کل یعنی اقوال بله قابل رد و قابل قبوله. و شما مثلا میتونین که به عنوان مثال به داستان ذو الخویصره اشاره بکنین. اولین کسی که یعنی میگن پدر بزرگ خوارج بود که وقتی رسول الله علیه السلام غنایم تقسیم میکردن آمد بر پیامبر اعتراض کرد، گفت ای رسول الله تو اینجا به هر حال نعوذ بالله حق به کی کم دادی به کی زیاد دادی و از این حرفا، یعنی به رسول الله علیه السلام در همان جا اعتراض کرد
و یعنی به قضاوت رسول الله علیه السلام، به حکمیت پیامبر علیه السلام اعتراض کرد. و ما از این قبیل افرادی یعنی در سیرت رسول الله علیه السلام داریم که متاسفانه یعنی با افکار غلط و با افکار پوچی که از زمان جاهلیت داشتن با رسول الله علیه السلام برخورد میکردن و با پیامبر علیه السلام این گونه برخورد شده. بعد از آن یعنی بعد از اینکه رسول الله علیه السلام فوت کردند و برخی از افراد یعنی به صورت مطلق بگین کلا از دین گشتند، مرتد شدند و برخی دیگر دیدیم که گفتن محمد هم مثل ما یک انسانی بود، دین را آورد و رفت خلاص، حالا یک قسمت دین قبول میکنن و یک قسمت دیگر ترک میکنن. که ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه با اینها مبارزه کرد. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه با اینها استادگی کرد و میخواست که اصل دین در جای خود باقی بمانه، نمیگذاشت که دین اینها به تاراج ببرن و هر گوشه از دین خواسته باشن قبول بکنن، هر گوشه از دین خواسته باشن رها بکنن. مثل که دقیقاً همین افرادی که به هر حال به این نام مسما شدن همین کار انجام میدن. در زمان عمر رضی الله تعالی عنه هم همچنین این افراد شبهه پراکن و این افرادی که به هر حال یک قسمت دین قبول بکنن و قسمت نکنن بودن، ولی جرئت نمیکردن خود را ظاهر کنن. ما روایاتی داریم که عمر رضی الله عنه با اینها شدت برخورد میکرد و اینها جرئت نمیکردن که سر بالا بکنن. فتنه اندازها و کسایی که فتنه میانداختن و شبهات در میان مسلمان ها میانداختن و در برابر سنت پیامبر و در برابر اصلا دین پیامبر علیه السلام استادگی میکردن، یعنی عمر رضی الله عنه بسیار شدید بود. و حدیث رسول الله علیه السلام در مورد صادق میگه که عمر در کوچه‌ای که تو بری شیطان از اونجا فرار میکنه و حقیقتا و کسانی هم که پیروان شیطان باشن از عمر فرار میکنن. عجیبه و تا امروز هم واقعا این معجزه قول رسول الله علیه السلام که عمر در کوچه‌ای که تو بری شیطان فرار میکنه. و روافض دقیقاً پیروان شیطانن، دقیقاً از عمر فرار میکنن و با عمر بسیار شدیدن. بعد تا زمانی که حضرت عثمان رضی الله عنه میاد، در زمان حضرت عثمان رضی الله عنه اختلافات شدید میشه، اختلافات داخلی که عبدالله ابن سبع یهودی به وجود میاره و حقیقتا بگین که جایگاه سنت پیامبر علیه السلام و جایگاه قول پیامبر علیه السلام و حتی جایگاه قرآن در میان این مردم به خاطر که تبلیغات سویی که این نفر میکنه کم میشه، چون اینها راویان اسلام و راویان قرآن و راویان سنت پیامبر بودن. شروع کردن به طعن زدن به حضرت عثمان رضی الله عنه و به برخی دیگر از صحابه رضوان الله علیهم اجمعین، تا سرانجام به شهادت حضرت عثمان کشید که اولین خوارج همونها بودن که بر علیه عثمان رضی الله عنه خروج کردند. بعد از این واقعه اتفاقاتی که در زمان خلافت حضرت علی رضی الله عنه میفته در جنگ جمل و جنگ صفین، به خصوص وقتی که میآین به عنوان مثال دو نفر، یکی از طرف حضرت علی و یکی از طرف حضرت معاویه حکم قرار میگیرن و قضاوتی میکنن، یک گروهی از اینها جدا میشن و اینها را میگن خوارج. بعد شروع میکنن به تکفیر صحابه، میگن چون اینها قرآن حکم قرار ندادند، ابو موسی اشعری و یکی دیگر را آمدن حکم قرار دادن، بنان اینها کافرن و هر حدیثی که هر روایتی که اینها روایت کنن به پیش ما قابل ارزش نیه. و حتی به جای رسیدن که گفتن روایتی که موافق با قرآن باشه ما قبول میکنیم، چون ما نمیفهمیم کی کافر کی مسلمان، نعوذ بالله. چون صحابه را یعنی اگر تکفیر میکردن، نه به صورت کلی مثل روافض، ولی به هر حال تکفیر میکردن. برخی از صحابه مثل حضرت علی و حضرت معاویه اینها کلا تکفیر میکردن، اینها میگفتن اردو اینها کافرن و استناد میکردن با آیه که نعوذ بالله، یعنی استناد بسیار بیجایی که الله میگه و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون، نعوذ بالله به این آیه استدلال میکردن بر علیه صحابه پیامبر. خب این گروه به وجود آمدن، این گروه خوارج به وجود آمدن که شروع کردن به رد سنت رسول الله علیه السلام یا پاره از سنت پیامبر علیه السلام رد کردن، به این بهانه که هر حدیثی که موافق با قرآن باشه قبول میکنیم، حدیثی که موافق با قرآن نباشه قبول نمیکنیم. چنانچه روایتی هم در این مورد استدلال میکنن که به خصوص این کسانی که خودشان را مسما کردن به قرآنیون زیاد به این حدیث استدلال میکنن که پیامبر میگن هر حدیثی که موافق با قرآن بود شما حدیث رو به قرآن عرضه کنین، اگر موافق با قرآن بود قبول کنین و الا که رد بکنین. که علما در شرح این حدیث میگن که این حدیث دروغه، این حدیث موضوعه و حتی امام ابن عبدالبر رحمه الله نقل میکنه از عبدالرحمن ابن مهدی، میگه که این حدیث زنادقه و خوارج میگه وضع کردن،
و این دروغ بر پیامبر علیه السلام بستند و از نظر سندی هم اشکالاتی داره و همچنین یعنی مخالفت صریحی با قرآن کریم داره که ما بعدا ان شاء الله آیات قرآن کریم اگر همین حدیث ما بیاین دقیقاً تطبیق بکنیم صریحاً مخالف قرآن در میاد. به هر صورت این خوارج اینها کسانی بودند که یک گوشه از سنت پیامبر علیه السلام به بهانه ای که اینها نعوذ بالله با حکم غیر خدا راضی شدن صحابه تکفیر کردند و گفتن هر حدیثی که موافق با قرآن باشه ما قبول میکنیم و الا که قبول نمیکنیم، یا حدیث عرض میکنیم به قرآن، اگر قرآن موافقت با قرآن کرد میپذیریم و الا که آن را رد میکنیم. گروه دیگری که روافضند اینها به وجود آمدند. اینها هم سنت پیامبر علیه السلام بالکل رد کردند. چرا؟ به خاطری که گفتن بعد از رسول الله علیه السلام همه صحابه مرتد شدند. همه صحابه مرتد شدن الا چند نفر، الا تعداد محدود و تعداد انگشت شماری که اینها مسلمان ماندند، دیگه بقیه همه کافر شدن. و از این تعداد معدود هم احادیثی بسیار کم، یعنی شاید یعنی به عشرات نمیرسه، به ده ها حدیث هم نمیرسه که ما از این تعداد محدودی که اینها خودشان ادعا میکنن روایتی وجود داشته باشه، روایت صحیح با همون موافقتی که به هر حال بر حدیث صحیح گذاشته شده. بنابراین اینا اصل حدیث رسول الله علیه السلام رد کردن، خودشان برای خود حدیث ساختن و کتب حدیثی ساختن و به هر حال هر کس آمد یک روایتی گفت، یکی از روایتی از مشرق گفت، یکی از مغرب گفت، برایش سند تراشیدند و بعداً او گذاشتن اسمش را روایت اهل بیت. و اینها هم یک گروهی اند که در بعد از زمان حضرت عثمان رضی الله عنه و در زمان حضرت علی که حقیقتا یعنی کم رشد داشتن و بعداً بیشتر رشد پیدا کردن بعد از زمان بزرگان صحابه، اینها هم احادیث جعل کردن و احادیث دروغ ساختن و احادیث صحیح پیامبر علیه السلام رد کردن و قبول نکردن. چرا که اینها تکفیر کردن. مثلا با عنوان مثال ابی هریره رضی الله عنه بیش از 5000 حدیث روایت کرده، تکفیر کردن. ابو هریره تکفیر کردن. ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها به صورت عموم 7 نفری که بیشترین احادیث روایت کردن و اونها مکثرین در حدیث میگن، همه اینها به شکلی از اشکال طعن بر اینها وارد کردن و راویان دیگر هم بر اونها طعن وارد کردن و گفتن اینها مرتد شدن چون ولایت علی قبول نکردن و بیعتی که با پیامبر در قدیر خم کرده بودن رد کردن. بنابراین اینجا چیکار شد؟ اینجا باعث بر این شد که احادیث رسول الله علیه السلام به صورت کلی روافض رد بکنن و روایت دروغینی به نام حدیث برای خودشان جعل بکنن که والله فلان امام گفته و فلانی گفته و احادیثی مثل صدها هزار میره، احادیثی مثل سلسله الحمار بسازند و از این قبیل چیزهای خنده‌داری که واقعا طعن بر دین و طعن بر اسلام و طعن بر قرآن پیامبر که الله متعال بر پیامبر صلی الله علیه و سلم فرستاده. گروه دیگری باز آمدند به نام معتزله میگن. این گروه که شبیه این معتزله، اینها باز دو فرقه شدن. یک فرقه از اینها به صورت مطلق حدیث رد کردن، به صورت مطلق مثل روافض و مثل خوارج. خب خوارج به هر حال یک شرطی داشتن ولی اینها بدون شرط روایات را رد کردن، خبر واحد را رد کردن، خبر متواتر را پذیرفتن ولی خبر واحد را رد کردن به صورت کلی، چی در باب اعمال و چی در باب اعتقاد. یک گروه دیگری از این معتزله که گفتیم اینها به دو دسته تقسیم شدن، گروه دیگری از اینها آمدن گفتن که ما خبر واحد به دو دسته تقسیم میکنیم. یک قسم اقسامیه که در باب اعمال میپذیریم، در باب احکام میپذیریم ولی در باب عقاید قبول نمیکنیم، در باب اسما و صفات پروردگار قبول نمیکنیم. گروه دیگری آمدند گفتن که ما در باب اعمال میپذیریم خبر واحده، خبر متواتر حرفی ندارن. خبر اگرچه خوبه که در اینجا یک نکته اشاره بکنم، چنانچه علامه ابن عبدالعز حنفی در کتاب شرح عقیده طحاویه میگه اولین کسانی که الفاظی مثل خبر واحد و خبر متواتر و اینها گذاشتن جهمی ها و معتزلی ها بودن. یعنی در زمان صحابه رضوان الله علیهم اجمعین و زمان بزرگان دین همچون چیزی وجود نداشته که خبر وقتی یک حدیث نقل میشد قبول خلاص مادامی که حدیث صحیح باشه متواتر و غیر متواتر نداره. به خاطر که اینها آمدن چی گفتن خبر متواتر قطعی و دلاله، ولی یعنی دلالت صریح، دلالت واضحه و قطعا باید به او عمل بشه. اما خبر متواتر ظنی و دلاله، یعنی دلالتی و گمان بر اساس گمان برپا شده. و این فرقی که میانن در میان حدیث متواتر، یعنی خود همین الفاظ حدیث متواتر و حدیث آحاد میگذارن، این اصلش برمیگرده به جهمی ها که جهم ابن صفوان اولین بنیانگذاری بود، یا برمیگرده به واصل ابن عطا که اولین کسی بود که یعنی فکره اعتزال ترویج کرد.
و یا میگن به هر حال اولین کسی بود که حرف برای اعتزال زد و او رو با عنوان معتزله شناختن. به هر صورت المهمی که اولین کسان اینها بودن. ولی بحث اینجایی که یک گروه دیگر باز آمدن گفتن که ما خبر آحاد هم در باب عقیده و هم در باب عمل میپذیریم، هم در باب احکام میپذیریم و هم در باب عقیده، ولی در مسائلی و در برخی از احادیث در باب صفات پروردگار انکار کردن. یعنی به صورت کلی در باب عقاید رد نکردن، ولی در باب برخی از صفات پروردگار سبحانه و تعالی یا که اون حدیث را تعویل کردن یا این که حدیث را به صورت مطلق انکار کردن و گفتن این خبر واحده. خبر واحد نمیتونین ما در باب عقیده بگیرین چون ظنی و دلاله. اصلا این کی گفته که ظنی و دلاله؟ اگرچه برخی ها گفتن و متأثر شدن از افکاری که ما قبلا با آنها اشاره کردیم. بنابراین یعنی شالوده‌ای بگین یا بگین اساسی از منکرین سنت رسول الله علیه السلام که به بهانه‌های مختلف متاسفانه انکار کردند یا جزئی از آن را یا به صورت کلی آن را انکار کردند. جناب استاد فاتح، خب حالا گفتیم که اصل انکار سنت برمیگرده به خوارج. اولین کسانی که سنت را رد کردن و احادیث پیامبر صلی الله علیه و سلم را نپذیرفتن خوارج بودن. خب با مراحل بعدی گفتین روافض و معتزله و باز معتزله هم بخششان خبر واحد پذیرفتن و بخششان متواتر پذیرفتن و خبر واحد نپذیرفتن و برخی دیگر آمدن خبر واحد در باب احکام پذیرفتن و در باب اعتقادات نپذیرفتن. سوال اینجا سوال مطرح میشه که آیا همه اینهایی که خواه سنت را به صورت کل رد کردن یا به صورت جزئی، این رد از اینا، این عدم پذیرش و عدم قبولی اینها به جهل و نادانی برمیگشت یا ای که از روی عناد اینای کار میکردن؟ برخی از اینها حقیقتا جناب استاد به جهل و نادانی آنها برمیگرده. مناظره که ابن عباس رضی الله تعالی عنه با خوارج کرد که تقریبا 2000 نفر از آنها از دنبال خوارج گشتاند، مناظره کرد ابن عباس رضی الله عنه و 3 سوال بر اونها مطرح کرد. بعد از این که برخی ها فهمیدن، نصف آنها به طرف یعنی عموم مسلمان ها و جماعت مسلمان ها آمدن، از او عقیده ای که قبلا داشتن کلا برگشتن، ولی نصف دیگر باقی ماندن به همان عنادی که داشتن و میگفتن ما دلیل داریم. در برابر ابن عباس ساکت ماندن ولی باز هم میگفتن ما دلیل داریم. خب معلوم بود که این مردم معاندی بودن و هدف آنها تخریب دین بود. شما میفهمین بعد از این که کسایی که نپذیرفتن، کسایی که در مناظره کم آوردن و نپذیرفتن، کم آوردن. ابن عباس به 3 سوال مطرح کرد و برای این که شما اشتباه میکنین که علی و معاویه و دیگر اصحاب شما تکفیر میکنین، چی دلیل دارین؟ اونها 3 دلیل گفتن. ابن عباس جواب قانع کننده به اونها داد. 2000 نفر از دنبال آنها گشتن ولی بقیه ماندن در همان حالت ماندن. متاسفانه یک شبهه‌ای بود در ذهن اینها و هوا و خواهشات نفسانی بر اینها غلبه کرده بود و شیطان عقول اینها رو مسخ کرده بود. اگر شما به تاریخ اسلام مراجعه بکنین، این سوال خیلی دقیق میتونین که جوابش رو دریابین. از زمانی که رسول الله علیه السلام ظهور کردند و از زمانی که پیامبر علیه السلام برخاستند، دشمنانی داشتند و این دشمنان احیانا اظهار میکردند دشمنی و احیانا مثل منافقین ساکت بودند تا اینکه پیامبر علیه السلام فوت کردند. زمان ابوبکر صدیق در اولین لحظاتی که در وهله اولی که رسول الله علیه السلام از دنیا میرن، اینها سر بلند میکنن. بله. ابوبکر صدیق سر اینها پایین میکنه و چنانچه ما گفتم که عمر رضی الله عنه در برابر اینها شدید بود و شدت عمر به اینها اجازه نمیداد که سر بالا کنن، تا اینکه کسی به نام عبدالله ابن سبی یهودی ملحد وارد اسلام میشه، بعداً به بعضی از کشورهای اسلامی میره، در اونجا خرابکاری میکنه، به خصوص کشورهای اسلامی که نو مسلمان شدن و از اسلام چیزی آگاه نیان. مردم رو بر علیه صحابه بزرگوار پیامبر و داماد رسول الله عثمان رضی الله عنه میشورانه، شروع میکنه به شوراندن اینها. اصلا این فکره یک فکره یهودیه، اصل این یک فکره یهودیه که از زمان رسول الله علیه السلام میخواست تطبیق بشه، ولی رسول الله علیه السلام به اینها اجازه ندادن که یهودی‌ها را از مدینه خارج کردن، چون اینها دقیقاً همین فکر داشتن، میخواستن که اصلا اسلام را از ریشه نابود بکنن. در زمان ابوبکر نتونستن، در زمان عمر نتونستن، در اواخر زمان حضرت عثمان رضی الله عنه
عبدالله ابن سبع و دیگران در کشورهای اسلامی رفتن و تبلیغات کردند که عثمان فلان کرده و اقوام خود را آورده و مال بیت المال خورده و نعوذ بالله فلان کرده و بدعت در دین آورده و از این قبیل چیزها خودشان را دلسوز به دین کردند، معرفی کردند. و کسانی که نو مسلمان شده بودند و از فضائل عثمان خبر نداشتند، از کارکرد عثمان رضی الله عنه خبر نداشتند، اینها بر علیه عثمان رضی الله عنه شورانند. یعنی از حرفای این منافق متاثر شدند. بعضی از کلام ها سحره، چنانچه پیامبر علیه الصلاه و السلام میگن که بعضی از کلام ها سحره، به شکل مردم را به هر حال مردمی که خبر ندارن از موضوع که چی هست، عثمان رضی الله عنه نمیشناسند، دیگران نمیشناسند. هدف اساس این فکر یهودی بود که خروج بر علیه امام مسلمان ها که عثمان رضی الله عنه بود شروع کردند. بعد از این که عثمان رضی الله عنه از بین میره که فرقه های مختلفی میشن، فرقه خوارج میشه، فرقه روافض میشه و این فرقه خوارج و روافض، خوارجی که گفتیم برخی از اینها جاهل بودن و برخی معاند بودن، ولی روافض خب مشخص یک اصل یهودی داره که اساسش برمیگرده به ادعای خودشان، برمیگرده به عبدالله ابن سبع یهودی. خواستن که از همین طریق شروع کردن به طعن صحابه، چون به طعن صحابه طعن بر سنت پیامبره، چون اینها راویان سنت پیامبرن و همچنان که راویان سنت پیامبرن راویان قرآن هم هستند. به همین جهت باز اینها به دنبال این رفتن که نه این قرآن نیست و برخی یا خب واضح میگن حالا این قرآن نیست، چون میمانن وقتی شما بگین که این قرآن تو چرا به صحابه توهین میکنی، خب راویان همین قرآن صحابی ان، باز میگن نه این قرآن نیست، عثمان برای دستکاری کرده. و در مورد سنت رسول الله علیه السلام هم دقیقاً همین حرفا را زدن. جناب استاد گرامی، استاد فاتح عزیز، وقتی میگن که برخی از اینها از روی جهل و نادانی بود و برخی اینها معاندین بودن، حالا ما هم میخوایم در این برنامه، چون هدف از این برنامه همیست که فکر اشتباه و اندیشه اشتباه را ما بیاییم بازسازی کنیم و تصحیح بکنیم. برخی ها مثلا فریب مدعیان تبعیت از قرآن را خوردن و میاین امروز عده‌ای از جوانهای ما و عده‌ای از کسانی که خود جوان هستن یا غیر جوان بالاخره به یک طریق متأثر شدن از این افکار. ما میخوایم که به اینها اصل این گروه، اصل این جریان معرفی بکنیم که این جریانی که ادعا میکنه که ما تابع قرآن هستیم، میخوایم از طریق برنامه به اینها برسانیم که واقعا اینا مدعیان دروغین تبعیت از قرآن هستن. اینا از قرآن تبعیت نمیکنن. اگر از قرآن تبعیت میکردن خب میایم مثل شما به تبعیت از حضرت عبدالله ابن عباس این سوال مطرح میکنیم، وقتی که شما واقعا تابع قرآن هستین، آیا ای آیه 71 سوره احزاب که میفرماید من یطع الله و رسوله فقد فاز فوزا عظیما، یا سوره نساء آیه 8 من یطع الرسول فقد اطاع الله و من تولى فما ارسلناک علیهم حفیظا. خب این آیت دلالت به چی میکنه؟ این آیت اینو چی تعبیر میکنن؟ حقیقتا جناب استاد اگر ما در قرآن کریم مراجعه بکنین، چنانچه امام احمد رحمه الله روایتی که از امام احمد رحمه الله نقل شده در کتاب لالکایی میاره، نقل میکنه از حضرت امام احمد رحمه الله، میگه که بیش از 33 جا در قرآن کریم امر شده و دستور داده شده به اطاعت از فرمان رسول الله و اطاعت از سنت پیامبر علیه السلام. و شبیه همین حرف را امام ابوبکر آجوری میگه در کتاب اصول الشریعه، در کتاب الشریعه همین حرف دقیقاً میگه در 30 و چند جا. و امام ابن تیمیه رحمه الله میگه بیش از 40 جا در قرآن کریم در مورد تابعیت از سنت پیامبر و از رسول الله علیه السلام شبیه این آیه که شما اشاره کردین، آیه 71 آیه 71 سوره مبارکه احزاب. با صریح‌تر میبینیم در آیه 59 سوره نساء یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول. در چندین جا. و جالب اینه که این افراد جناب استاد وقتی که این احادیث به اونها، این آیات به اونها گفته میشه، میگن بله الله متعال گفته اطیعوا الله و اطیعوا الرسول، ولی ما اطاعت الله و اطاعت پیامبر میکنین. اطاعت پیامبر در آن چی میکنین که در قرآنه، چون این قرآن از جانب الله توسط جبرئیل به محمد صلی الله علیه و سلم فرستاده شده. الله میگه از همین قرآن شما اطاعت کنید. آیا آنچه که پیامبر صلی الله علیه و سلم انجام میدادن از نزد خودشون بود یا ای که وحی بود؟ بدون شک وحیه، چنانچه الله سبحانه و تعالی در آیت 3 و 4 سوره مبارکه نجم به این مورد اشاره میکنه. الله میگه و ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى.
خب اینا دیگه از این آیه آیه را سریع‌تر چی باشه؟ این آیه را چی تعبیر بکنن؟ تعبیر بیجا، تعبیر بیمورد. جناب استاد اصلا اینها اصول ندارن. بگذاریم که این آیه را تشریح بکنیم که تا بعضی از بیننده ها متوجه بشن. الله متعال در آیت سوم و چهارم سوره مبارکه نجم میگه و ما ینطق عن الهوا. در مورد کی صحبت میکنه؟ پیامبر صلی الله در مورد رسول الله علیه السلام. و ما ینطق، پیامبر نطق نمیکند، سخن نمیگوید، عن الهوا، از روی خواهشات نفسانی خود، بلکه پیامبر سخن میگه الا وحی یوحى، مگر آنچه که به او وحی شده به آن سخن میگه. سخن پیامبر بر اساس وحی منزل است، بدون شک. شک در این وجود نداره که سخن رسول الله علیه السلام وحیه و یعنی واضحه در قرآن کریم. حتی الله سبحانه و تعالی میگه که اگر پیامبر کلمه بر ما دروغ ببنده ما شارگ گردنش را میزنیم. پیامبر علیه السلام در خیلی از مسائل، در مسائل دینی، در مسائل تشریع، نه در مسائل دنیوی، ما چون روایت داریم که رسول الله علیه السلام میگن که شما به امور دنیا خو بهتر میفهمین، اما در مسائل اخروی و در مسائل شرعی، آنچه که به شرع و آنچه که به اسلام مربوط میشه، پیامبر علیه السلام شارع هستند و کلام رسول الله علیه السلام، سخن پیامبر علیه السلام تفسیر قرآنه. همچنان که الله متعال سبحانه و تعالی میگه که ای پیامبر ما این قرآن به تو فرستادیم لتبین لهم، یا در آیه دیگه لتبین للناس، تا این که تو برای مردم تفسیر کنی، تا برای مردم، برای این مردمی که میان دور پیش تو جمع میشن به اینها تفسیر بکنی. و امروز میبینیم که یکی از این افرادی که خودش به نام مؤسس قرآنیون در هند مینامه و فکر کنم احمد خان است، کسی به نام احمد خان، قرآن می بر مبنای عقل تفسیر میکنه. عجیبه، در حالی که خود قرآن وقتی این خودش تابع قرآن میدانه، پیرو قرآن میدانه، خود قرآن به پیامبر مثل که شما اشاره کردین دستور میده که این قرآن فرستادیم تا ای که تو بیان کنی، تا ای که تو شرح کنی، تا ای که تو توضیح بده قرآن به مردم. واضح جناب استاد، یعنی مثل روز روشنه. وقتی الله متعال سبحانه و تعالی پیامبر می مفسر، اولا میگه که کلام پیامبر چیه؟ بله، کلام پیامبر این وحیه. نکته خیلی مهم است. کلام پیامبر وحیه. پس وقتی که وحی است، اگر شما واقعا کسایی که خود تابع قرآن میدانن به دروغ مدعیان تبعیت از قرآن، بله، بینا میگیم که شما اگر واقعا تابع قرآن هستین، خوب بین نیستن تابع قرآن. قرآن ای شما تابع قرآن نیستن. کاش اینها تابع قرآن می بودند و جرأت میکردند که اینها حرفی گفتن می داشتن در برابر قرآن حرفی گفتن می داشتن. متاسفانه که جناب استاد اکثرا اینهایی که یعنی ادعا میکنن اصلا خود قرآن نمیفهمن. شما باور کنین جناب استاد خود قرآن نمیفهمن. گاهی اوقات حرفایی میزنن ضد و نقیض، ضد و نقیض. اینها از قرآن بیچاره چیزی آگاه نیستن، نمیفهمن، ناآشناین با قرآن. یا بعضی از اینها هم که میفهمن خیلی راحت، به تعبیر شما همچنان که احمد خان گفتین، راحت میایه بر اساس عقل تفسیر میکنه. عجیبه که عقل خود را بر پیامبر که آورنده قرآن چیکار میکنه؟ ترجیح میده. در حالی که قرآن میگه، در حالی که اگر بیاین ما موضوع عقل بر تفسیر قرآن وارد بکنیم بدون این که به اصل یا به مفسر اصلی قرآن کریم که رسول الله علیه السلام هستند مراجعه بکنین، نکنین، بیاین بر اساس عقل مثلا صحبت بکنین. عقل عبدالرحمن یک چیز میگه، عقل آقای سیقل چیز دیگری میگه، عقل احمد خان هندی دیگه چیزی میگه. خب عقل کی رو قبول بکنین؟ کدام عقل قبول بکنین؟ هر کس از خود یک عقلی داره، یک برداشتی داره. به همین اساسه که الله متعال میگه که پیامبر علیه السلام چیزی نمیگه جز وحی، و پیامبر مفسر قرآن میدونه که پیامبر تفسیر قرآن میکنه. به خاطر اینکه کسی نه بر اساس عقل بیایه بگه والله عقل من اینجا بر این موضوع اینه و برداشت من بر این موضوع اینه، در حالی که الله سبحانه و تعالی چیز دیگری میگه. هدف الله متعال سبحانه و تعالی چیز دیگری است، اما این میه به دروغ یک هدف دیگری در آنجا واضح میکنه. و شما اگر در قرآن کریم مراجعه بکنین شبیه این آیه که الله سبحانه و تعالی میگه و انزلنا الیک الذکر لتبین لهم یا لتبین للناس، تا ای که تو برای مردم واضح بکنی، برای مردم تفسیر بکنی، برای مردم قرآن را تشریح بکنی و واضح بکنی که این قرآن از جانب الله و هدف این آیه اینه، هدف این آیه اینه. اگر ما سنتر بیاین و حدیث پیامبر علیه السلام از کنار قرآن بکشین، چگونه میخواین قرآن تفسیر بکنین؟ خب سوال هم اینجاست، کسی که خود تابع قرآن میدانه، اهل قرآن میدانه، یا به تعبیر امروزی خود قرآنیون میگن و میگن ما نیاز به سنت، نیاز به حدیث نداریم،
خب اگر از اینا سوال شود جناب استاد فاتح، قرآن دستور میده که اقیم الصلاة. خب صلات شما چگونه نماز میخوانید؟ بیاین برای ما از قرآن واضح بسازین، از طریق قرآن از لابلای آیات قرآن شرح بدین که شما چگونه نماز میخوانید. نماز در حال نشسته میخوانین، خواب میخوانین، بیداری میخوانین، یک رکعت میخوانین، 10 رکعت میخوانین، چه وقت این نمازها را میخوانین؟ نه واقعا جناب استاد، وقتی ما احادیث رسول الله علیه السلام رو میبینین، وقتی الله سبحانه و تعالی یک چیز به عنوان مثال میه به صورت عام مطرح میکنه، یا الله سبحانه و تعالی میه یک چیزی به صورت مطلق بیان میکنه، یا الله سبحانه و تعالی میه یک چیزی یعنی به صورت مجمل بیان میکنه، تفصیل آن لابد ما باید از کتاب از سنت رسول الله علیه السلام بگیریم. خب این سوال است جناب استاد، واقعا اگر این سوال مطرح شود، خب بیا تو قرآنیستی، تو تابع قرآن هستی، بیا تو از لابلای آیات قرآنی برای ما ثابت کو که ما چه قسم نماز بخوانیم. ما یک کسی هستیم که تازه مثلا فرض میکنیم تازه به اسلام مشرف شدیم و قرآنی هم شدیم به تعبیر تو، به تعبیر قرآنیون. ما قرآنی شدیم، برای ما نماز یاد بده که فقط از قرآن. یکی از این بی سوادها، من میگم جناب استاد ببخشید، این کلماتیه که یعنی کسی فکر میکنن، بعضی از برادرها وقتی ما موضوع بی سواد میگن فکر میکنن توهین میکنن. نه والله این بیان یک حقیقت، بیان یک حقیقت جناب استاد، بیان حقیقت حال اینهایی که بی سوادن. یکی از اینها آمده در یکی از شبکه‌های فیسبوکی طریقه نماز رو یاد میده، میگه همین سوال رو میخواد جواب بده، میگه که بله، میگن که شما بیاین طریقه نماز خواندن از قرآن ثابت کنین. بعد شروع میکنه به یک نماز خواندن مسخره‌ای که استغفر الله، یعنی واقعا انسان خنده میگیره که چگونه نماز میخونه. خیلی خوب، همین جناب یا دیگرانی که حالا به هر حال میگن که ما زیاد حرفای اینها رو شنیدم که متاسفانه این حرف زیاد تکرار میکنن و میگن که اینها میگن که شما بیاین نماز رو ثابت کنین. اما این گونه نماز میخوانین؟ به شکل یک مسخره میای نماز میخوانه که اصلا در قرآن کریم وجود نداره. ولی همین افراد در جناب استاد بیارین بگین اوقات نماز رو شما بیاین تعیین بکنین. بله. کجا وقت میخوانی؟ 5 وقت چند رکعت میخوانی؟ چند رکعت اصلا؟ بله. چند رکعت؟ بله چند رکعت میخوانی؟ اگر به تعبیر بیا از قرآن تو اقیم الصلاة، خلاص پس یک رکعت بیا صبح بخوان، بیا یک رکعت هم هنگام غروب بخوان، بعد از غروب بخوان، خلاص تمام. خلاص همین کارو میکنن، دقیقاً همین کارو میکنن. یک وقت می این وقت میخونه، یک وقت می این وقت میخونه، یعنی 2 وقت میخونه. و جالب اینه که جناب استاد تعداد رکعات نماز، تفصیلات نماز، در نماز چی بخوانی، چی کار بکنی، این مسائل رو بیاین از قرآن کریم ثابت بکنید. یا غیر از آن مسائل زکات، تفصیلات از زکات، الله میگه و آتوا الزکات، تفصیلات زکات، یا اصناف یا گروه هایی که زکات بر اونها داده میشه، اینها رو الله متعال گفته. اما اینکه چی مقدار زکات داده بشه، بله، چی مقدار داده بشه، بر چی کسی واجب زکات دادن، این مسائل رو بین از قرآن کریم ثابت بکنین. الله میگه ولله علی الناس حج البیت، شما برین حج خانه خدا بکنین. چگونه شما حج میکنین؟ چگونه حج میکنین؟ عرفات شما بر اساس سنت پیامبر علیه السلام باید پیدا بکنین، درست یا نه؟ بله. شما مسائل دیگری که در حج وجود داره اینها را از کجا پیدا میکنید؟ چگونه حج میکنید؟ تفصیلات حج رو بیاین از قرآن کریم برای ما ثابت بکنید که تفصیلات حج در قرآن کریم وجود داره. و شبیه این مسائل دیگر یا والسارق والسارقة فاقطعوا ایدیهم. بله. درست سایه؟ بله بله. خب دست دزد شما از کجا قطع میکنن؟ از کجا میدانی ای کسی که خدا به نام قرآنی مینامی از کجا قطع میکنی؟ فرضاً تو بیا تو حاکم شهر شو، تو قاضی باش در یک کشوری که تو در اونجا حاکمیت داره، ای کسی که خودش در به نام قرآنی مینامه. جناب استاد برخی از اینها حقیقتا خودشان را قرآنی مینامند، کسانی که در زمان ما هستند، ولی در حقیقت باطینی اند، نه قرآنی نیستند، باطینی اند. گروه های باطینی یا ماسونی ها، اینها کسانی اند که جناب استاد حقایق شرعی بر اساس عقل خود تعبیر دیگری میدن. مثلا میگه نماز یعنی دعا، من دعا میکنم تمام دیگه. این مسائل نماز ارکان رکوع و سجده و اینها همه نداره، میگه دعا میکنم. صلات میگه معنای دعا هست یا نه؟ بله. خب میگه هیئت نمازی که شما میخوانید این رقم در قرآن نیامده، من بنا دعا میکنم، نعوذ بالله. و مسئله زکات
یک تعبیر دیگری میکنه، مسئله حج یک تعبیر دیگری میکنه. اینها در حقیقت جناب استاد همان باطنی ها هستند که در لباس قرآنی داخل شدن و برخی دیگر از این بیچاره ها تلاش میکنن تا ای که جواب بر این سوالات پیدا کنن، ولی جواب آنها خیلی مسخره تر از ادعایشان هست. خیلی مسخره تر از این ادعایی که میگن ما قرآنی هستین، باز جوابشان خیلی مسخره تر از اونه، خنده آورتره، مضحکه. وقتی انسان میبینه واقعا یعنی نمیگه که نمیدانه که به جهل این بخنده یا به هر حال به این کاری که این انجام میده، به چی این نفر بخنده، به بیسوادی این بخنده، کجا این بخنده. یعنی واقعا جناب استاد اینها از لباس قرآنی داخل شدن، ولی متاسفانه در پست یعنی همان باطینی ها خودشان را غایب کردن و همون کارهای هدفی جناب استاد که در اول برنامه نمیدونم که من به نقطه اشاره کردم، یعنی که چون اینا میبینن که به قرآن نمیتونن خلل وارد کنن، قرآن نمیتونن که تغییر بتن یا تحریف بکنن، محفوظ است، خواستن که به زیر نام قرآنیون سنت انکار کنن و بعدش بیاین به قرآن طعن وارد بکنن. دقیقاً جناب استاد همین کار کردن. بعضی از اینها که بنده میشناسم و یا در فضای به هر حال مجازی یا فضای حقیقی این افراد دیدم، سال به سال اینها تغییر میکنن. عجیبه، سال به سال اینها تغییر میکنن. اول از این داخل میشن که برخی از سنت ها و برخی از احادیث ما نمیتونیم قبول کنیم. بعد چند سالی که میگذره کل سنت رد میکنه، کل حدیث رد میکنه، میگه فقط قرآن. چند سالی که میگذره میگه این آیه شیطانی، نعوذ بالله، این آیه شیطانیه، این شیطان به پیامبر گفته، نعوذ بالله، الهام کرده یا شیطان برای پیامبر گفته. بعدن میاد میگه فلان سوره نباید در قرآن باشه. و دقیقاً جناب استاد اینها مرحله به مرحله پیش میرن تا ماهیت واقعی اینها برای مردم مشخص میشه، ولی سالها طول میکشه. در طول این سالها خیلی از جوانها رو در دام خود میاندازن و خیلی از جوانها فریب این افراد میخورن، ولی بعداً مشخص میشه که این افراد چی هن؟ این افراد همان باطینی هایی که گفتم همان باطینی ها هستند و حقیقتا هیچ ربطی به اسلام و هیچ ربطی به محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم ندارن و حتی بر رسول الله علیه و سلم طعن وارد میکنن. بر رسول الله علیه و سلم که آورنده قرآن طعن وارد میکنن و توهین و تحقیر میکنن رسول الله علیه و سلم. به نام طعن بر سنت پیامبر و اصحاب پیامبر میکوبند. رسول الله علیه و سلم زیر سوال میرن. به خاطر چی؟ به خاطر که میگن والله در این سنت فلان است و این سنت اینو گفته، این سنت آنو گفته، که بعدا ان شاء الله ما به صورت تفصیل به برخی شبهات اینها اشاره. هدف کلی جناب استاد زدن اسلام است بدون شک. به چالش گرفتن قرآن است. وقتی سنت تو رد کردی به دستور خود الله جل جلاله، سنت مبین بدون شک قرآن است. و وقتی تو مبین شارح یک چیز، شرح یک مسئله را یک طرفه کنی. جناب استاد اجازه بدین که به برخی از آیات اشاره بکنین، شاید به هر حال در روز قیامت حجتی بشه بر اینها یا حجتی به نفعشان بشه. اگر استاد اجازه بدین یک توقف می داشته باشیم، یک برنامه میگیریم و پس از وقفه ان شاء الله با دوباره برمیگردیم به استودیو خدمت شما. خب بیننده های عزیز و گرامی، میان برنامه میبینیم و برمیگردیم. قل إن خير الأنبياء محمد وأجل من يمشي على الكثبان وأجل صحب الرسل صحب محمد وكذاك أفضل صحبه العمران. قل إن خير الأنبياء محمد وأجل من يمشي على الكثبان وأجل صحب الرسل صحب محمد وكذاك أفضل صحبه العمران. رجلان قد خلق لنصر محمد بدم ونفسي ذلك الرجلان بنتاهما أسنى نساء نبينا وهما له بالوحي صاحبتان وهما لأحمد نظراه وسمعاه وبقربه في القبر مضطجعان وهما لأحمد نظراه وسمعاه
وبقربه في القبر مضطجعان كان على الإسلام أشفق أهله وهما لدين محمد جبلان وهما لدين محمد جبلان قل إن خير الأنبياء محمد وأجل من يمشي على الكثبان وأجل صحب الرسل صحب محمد وكذاك أفضل صحبه العمران قل إن خير الأنبياء محمد وأجل من يمشي على الكثبان وأجل صحب الرسل صحب محمد وكذاك أفضل صحبه العمران خب بینندگان عزیز و گرامی، با عرض سلام مجدد دوباره خدمت شما هستیم و موضوع این جلسه ما که همانا پاسخ و رد بر معاندین و منکرین سنت هست و از او جمله یکی از جریان هایی که امروز میخواه بازارش گرم بکنه به نام قرآنیون، که در حقیقت وقتی ما اصطلاح قرآنیون در اینجا به کار میبریم فقط به خاطر شناخت این هاست. مثل که ما وقتی به حدیث موضوعی، حدیث دروغین صفت حدیث اطلاق میکنیم، هدف شناخت است فقط. و اینجا هم قرآنیون وقتی میگیم فقط شناخت است، برای شناخت و برای تمیز، نه به خاطری که واقعا این جریان یا این گروه تابع قرآن هستن، نخیر. و در خلال این برنامه انشاءالله باز هم جناب استاد عبدالرحمن فاتح توضیحات را ارائه میکنن که کسانی که ادعی که شک دارند یا غبار از افکار پوسیده و افکار منحرف این گروه را در ذهنشان دارن و انشاءالله زدوده خواهد شد. خب جناب استاد داشتین در ارتباط به برخ آیات میگفتیم، بفرمایید. جناب استاد، من میخوام که چند تا از آیات قرآن کریم که حقیقتاً به عنوان چالش و به عنوان سوال مطرح بکنم. کسانی که از این گروه و از این طایفه برنامه ما رو میبینن یا شاید بعداً تماس آزاد بشه اینها تماس بگیرن، خیلی خوبه که این آیات جواب بدن. بله. و خیلی خوبه که به دنبال این جواب اینها برند. هدفم اینه که اگر بعداً هم این برنامه را میبینند و حالا اگر مشاهده میکنند، اگر دنبال هدایتن خیلی راحت میتونن جواب به این آیات پیدا کنن. فقط 3 تا از آیات قرآن کریم به عنوان مثال بنده اشاره میکنم. اول در سوره مبارکه نحل الله متعال میگه و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس، قبلا هم با آن اشاره کردیم. الله میگه ما ذکر و قرآن را برای توی پیامبر فرستادیم لتبین للناس. ذکر یعنی قرآن، یعنی قرآن. این توضیح بده نقطه نقطه. بله. ذکر یعنی قرآن. بعد الله میگه لتبین للناس، تا برای مردم تو آشکار بکنی. جناب آقای قرآنی که خودش را قرآنی میگه، تو همین تفسیر پیامبر از کجا میگیری؟ همین تفسیر پیامبر از کجا میگیری؟ الله میگه که ما پیامبر فرستادیم به عنوان مفسر قرآن و پیامبر قرآن تفسیر میکنه. تویی که سنت پیامبر کلا رد میکنی و چیزی به نام سنت نمیشناسی و بر سنت پیامبر طعن وارد میکنی، همین تفسیر پیامبر از کجا میگیری؟ یعنی شرح و بیانی که پیامبر صلی الله علیه و سلم از آیات قرآن داره
در کجاست؟ در کجاست؟ همین تفسیر بیار برای ما، همین تفسیری که الله گفته، همین بیانی که الله گفته، همین بیار. و شاید بگی آیه از آیه های قرآن نیست. استغفر الله. اگر چنین چیزی بگه خب مطلقاً کافره دیگه، مطلقاً خب کافره دیگه. برخی از اینا این کار میکنن وقتی میگه آیات شیطانی میگه. جزئی از آیات قرآن جناب استاد، جزئی از آیه قرآن، آیات قرآن نه، جزئی از آیه قرآن کسی بیا انکار کنه در کفر او، در کافر بودن او شک و تردیدی وجود نداره. خب در اینجا بحثی نداریم ما با او. بحث ما در اینجایی که اینها میگن ما اهل قرآنیم، اینها میگن ما اهل قرآنیم. خب این آیه 44 سوره نحل الله میگه لتبین للناس، ای پیامبر ما قرآن به تو فرستادیم تا برای مردم بیان بکنی، واضح بکنی، آشکار بکنی، تفسیر بکنی. همین تفسیر و وضاحتی که پیامبر دادن، همین بیار برای ما ثابت بکن. کجایه؟ همین تفسیر کجایه؟ شاید بگی وجود نداره، پس دیگه تو کاسه داختر از آش نشو، از پیش خود قرآن تفسیر نکن. وقتی که نداری نگو. ما خب میگیم داریم، دلیل داریم و سنت پیامبر میگین تفسیر قرآنه، تفسیر قرآنه. این سوال اول، آیه اول. آیه دوم در سوره مبارکه آل عمران جناب استاد. بله. سوره مبارکه آل عمران. اینها را به عنوان نمونه اشاره میکنم، وگرنه آیات در قرآن کریم به اندازه‌ای هست که اگر قرآن کریم از اول تا آخر بخوانین، یک فرد فهمیده و یک فردی که بدون عناد و با انصاف آیات قرآن بخونه، اون وقت مشاهده میکنه که چقدر در قرآن کریم زیاده در این مورد. آیه بعدی آیت 31 سوره مبارکه آل عمران. الله میگه که قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی، این کنتم تحبون الله فاتبعونی. ای پیامبر برای از این مردم بگو که کسایی که شما ادعای دوستی با الله میکنین، بگو اگر شما واقعا راست میگین الله را دوست دارین، فاتبعونی، از من پیامبر اطاعت کنید. در کجای آمده که این اطاعت پیامبر و این تابعیت پیامبر تنها در قرآن باشه؟ شاید بگه که این ارتباط به قرآن میگیره. در کجا آمده؟ بحث اطاعت مطرح کردیم. اطاعت تنها لفظی است، یعنی میشه که انسان بگه خلاص من مطیع هستم، یعنی یکی که باید در سلوک هم پیاده کنیم. حقیقت جناب استاد چیز واضحه، یعنی وقتی که ما میگن اطاعت یعنی که به صورت کل اطاعت بکنین از رسول الله علیه الصلاه و السلام. و یعنی تنهایی نمیشه که ما بگم من مطیع پیامبر هستم، من پیامبر را دوست دارم، من با پیامبر محبت دارم. اگر واقعا محبت داری باید راهی را که پیامبر دنبال کرده. حالا این آیه قرآن فاتبعونی یحببکم الله، الله به صورت مطلق میگه. اگر این کلمات بفهمن این بیچاره ها. حالا به هر حال الله به صورت مطلق میگه. شما همین تقیید و مقید بودنش را بیارین که تنها دلالت بکنه برای که شما تنها و تنها از قرآن اطاعت بکنین. آنچه که پیامبر در قرآن آورده اطاعت کنین، دیگه در غیر آن نکنین. آیت بعدی الله سبحانه و تعالی در سوره مبارکه احزاب آیت 21 میگه لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنه. در زندگی پیامبر و در رسول الله علیه السلام و در افعال و در کردار پیامبر علیه السلام برای شما اسوه حسنه. این اسوه حسنه پیامبر شما از کجا میگیرین؟ از کجا میگیرین؟ از کجا اسوه حسنه و رفتار نیکو و سیرت پیامبر که الله سبحانه و تعالی به آن اشاره میکنه که شما آن را بگیرین و برای شما اسوه حسنه هست؟ اسوه حسنه یعنی که الله تشویق میکنه. بعد میگه من کان یؤمن بالله لمن کان یرجو الله والیوم الاخر، برای کسی که امیدواره و برای کسی که یقین داره برای اینکه الله متعال سبحانه و تعالی رو ملاقات میکنه و ایمان داره به الله و به روز آخرت. خب بیاره یا ایمان داره برای از اینکه پاداشی الله سبحانه و تعالی برای از او بده. الله میگه لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنه. در زندگی پیامبر، در افعال پیامبر، در کردار پیامبر برای شما اسوه. پس همین اسوه را به ما نشان بدید. الگو بودن پیامبر شما از کجا ثابت میکنید؟ این تنها در باب قرآن کریم نیست، در باب زندگی رسول الله علیه السلام هست و شما میدانید که کل زندگی رسول الله علیه السلام و رفتار و کردار پیامبر علیه السلام در قرآن کریم نیست. الله متعال به صورت اجمال در برخی از جاها با آن اشاره میکنه، ولی صورت تفصیلش را شما از کجا میارین؟ اگر واقعا قرآنی هستید و اگر واقعا تابع قرآن هستید، بیاید برای ما این رفتار رسول الله علیه السلام که الله متعال به او اشاره میکنه که شما در زندگی شما اسوه هست، همین اسوه را بیاین برای ما ثابت بکنین، همین الگو بودن را بیاین برای ما ثابت بکنین. دیگه جناب استاد خوبه که یعنی به این مسائل توجه بشه. این مسائل
کسانی که خودشان را اهل قرآن میگن این سوالات پاسخ بدن. پاسخ میدن. منتظر هستیم که پاسخ بدن. بله. اما اجازه بدین استاد از کارگردان عزیز ما احمد جان تقاضا کنیم که تلفن برنامه را زیرنویس کنن تا اگر کسی که دچار شک است، دچار تردید است یا دچار انحراف فکری و یا کج فکری و بد فکری شده است پاسخش دریافت بکنه و یا اگر سوال داره و یا اگر استدلال داره میخواه که از این گروه و از این جریان دفاع کنه بیای به ما بپیونده و آزادانه صحبت بکنه. جناب استاد عبدالرحمن فاتح گفتن تفسیر و بیان قرآن را از کجا میگیرن؟ از این میگذاریم، اما برخی از اینا جواب میتن میگن که قل این کنتم تحبون الله فاتبعونی. بله، ما از پیامبر میگن اتباع میکنیم، ما از پیامبر پیروی میکنیم، ما راه پیامبر را تعقیب میکنیم و تفسیر ما و تعبیر ما هم از اتباعی است که بر پیامبر صلی الله علیه و سلم درود میفرستیم. این یک استدلال کلا مسخریه جناب استاد. خب من پیشتر که من شما سوال کردم همیست که آیا طاعت میشه که به مجرد ای که ما مطیع هستم بگویی حق کلمه طاعت و حق مصطلح طاعت را ادا کنی؟ نه جناب استاد، مثلا به عنوان مثال شما میگین که من تابعیت فلان کشور دارم. بله. درسته؟ مثلا تابعیت کشور آمریکا. بله. آیا درسته که شما بگین تابعیت کشور آمریکا رو دارم ولی به قانونی توجه ندارم؟ بله. خیلی ممکنه. یه چیزیه که یعنی مسخره دیگه. کسی که تابعیت یک کشور میگیره یعنی باید نمیشه قانون که رو من قبول فقط بکنه. بگم که ما بیایم مثلا کشور را مدح بکنم. بله. خب درود، مثل که اینا میگن ما درود میفرستیم. بله. ما به عین کشور را مدح بکنم، کشور فلان فلان و علان است و جنبه های مثبتش ذکر کنم، اما هیچگاه خودم مقید به قوانین او کشور ندارم. جناب استاد اجازه بدین که یک نکته دیگر در اینجا اشاره بکنم. وقتی که اینها اگر چنین چیزی بگن که ما والله منظور از اتباع و منظور از اطاعت اینه که ما درود میفرستین، خب چگونه درود میفرستین؟ با کدام الفاظ؟ در قرآن آمده الفاظ درود؟ در کجا قرآن آمده؟ یا ایها الذین آمنو صلوا علیه و سلموا تسلیما. خب کجا آمده همین الفاظ؟ چگونه درود میفرستین؟ چگونه به رسول الله علیه و السلام درود میفرستین؟ اصلا به هر جهتی که اینها وارد بشن پس بر علیه خودشان میشه جناب استاد. یا آیه و ما اتاکم الرسول فخذوه. واضحه. ما اینها رو جناب استاد به عنوان نمونه آیه تکرار کردم، وگرنه اون آیه 8 سوره حشر که الله متعال میگه و ما اتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا، آن چی که پیامبر آورده کسی که به زبان عربی آشنا باشه میفهمه. و ما آتاکم الرسول، ما کلمه عامه جناب استاد، کلمه عامه. ما آتاکم الرسول، هر چی که پیامبر آورده بدون استثناء، بدون اینکه ما یک چیز خاص بکنیم یک چیز بگیم والله این نیست این است. اگر اجازه بدین من که تماس بگیرم استاد. خب بیننده عزیز سلام علیکم، میشنوین؟ سلام علیکم. و علیکم السلام. بفرمایید بیننده گرامی، خود معرفی بکنین، اگر سوال دارین استفسار دارین مطرح کنین. سلامت باشین برادر گرامی، بفرمایید. از بابت نماز بخواستم سوال کنم. از چی؟ از بابت سوالای نماز. بیننده گرامی انشاءالله تقریبا یکی 2 ساعت بعد برنامه پرسش و پاسخ به صورت زنده آغاز میشه و سوالات شرعی تان شما میتونین به برنامه پرسش و پاسخ مطرح کنین. اینجا فقط ما موضوع قرآنیون اگر برنامه را تعقیب کرده باشین، پیرامون این برنامه و این موضوع اگر چیزی گفتنی دارین در خدمت شما هستیم. باشه چشم. سلامت باشین بیننده گرامی، سلامت باشین. بیننده بعدی سلام علیکم. سلام علیکم، خسته نباشید برادران مسلمان. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خدمت استاد اعظم عرض سلام و ادب دارم. و علیکم السلام و رحمت الله. استاد بنده به عنوان یک برادر مسلمان شما یک تحقیقاتی رو دارم انجام میدم که به قول معروف اون مذهب به حق حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم را پیدا کنم
تحقیقاتی که انجام دادم بیشتر در کتب اهل سنت برادران عزیز اهل سنت هم خیلی تحقیقات کردم. روایتی رو در صحیح مسلم خوندم که میگوید که هفته از طریق برادرش عبدالله به پدرش عمر پیام داد که چرا امت اسلامی را بدون طوفان رهاند، باید برای خودت جانشین انتخاب کنی. حالا بنده 2 تا سوال دارم خدمت شما. آیا پیامبر صلی الله علیه و بیننده سلم گرامی در اندازه هفته نمیفهمید چرا امت اسلامی را به حال خود رهاند؟ بیننده گرامی شما صحبت کردین بشنوین. شما این صحبت شما با موضوع برنامه چه ربطی داره؟ بنده به عنوان اینکه شما راهنمایی بفرمایید یک سوال دیگه هم داشتم. نه بیننده گرامی ما از ابتدا گفتیم هر چی که در ارتباط با موضوع برنامه دارین ما در خدمت شما هستیم. در مورد سنت پیامبر خدا اگر سوال بفرمایید سنت پیامبر بفرمایید. بله در مورد سنت پیامبر خدا با توجه به اینکه پیامبر خدا زحمات بسیار زیادی کشیدن، اما حتی من هنوز نتونستم یک حدیث صحیح کتاب الله و سنتی را در کتب اهل سنت پیدا کنم و در صورتی که در مورد کتاب الله و عزت اهل بیت پیامبر خدا میفرماید. بیننده گرامی شما تعریفتان از حدیث صحیح چی است؟ چه تعریفی دارین از حدیث صحیح؟ حدیث صحیح طبق گفته خود آقای البانی که از بزرگان خود شما هست. پس شما چه کاره هستین بیننده گرامی؟ شما میگفتین ما درباره اسلام تحقیق کردم، گویایی که غیر مسلمان هستین و حالا ماشاءالله از البانی هم اطلاع دارین و البانی را هم میشناسین. بذارین تعریف کنید. بله بنده به عنوان مسلمان دارم تحقیقات انجام میدم. خوبه خب بفرمایید. الله علیه و آله و سلم فرمودن، پیامبر خدا فرمودن که دو جانشین بر شما به فرجایی میگذارم. نه تعریف حالا بیننده گرامی ما بحث ما روی تعریف حدیث صحیح بود. از تعریف حدیث صحیح تعریف کنیم. بله حدیث صحیح باید راویان ثقه باشند و با قرآن مطابقت داشته باشند. در کجا همچون تعریفی گفته؟ خب این تعریف شما از کجا آوردین بیننده گرامی؟ تعریف از کجا آوردین؟ خب حدیث متواتر. نه بیننده گرامی شما در ابتدای صحبتتون گفتین من تحقیق کردم و حدیث صحیح و از حدیث صحیح نام گرفتین و چند بار ذکر کردین. ما فکر کردیم که واقعا شما اهل تحقیق هستین، اهل پژوهش هستین و از اصطلاحات علمی اطلاع دارین. خب شما را گفتیم تعریف کنین حدیث صحیح، تعریف کنین حدیث صحیح. تعریف شمیز فقط راوی ثقه باشه؟ موافق با قرآن در کجا آمده؟ ببین من از کردم حدیث صحیح باید هم راوی ثقه باشه از نظر اهل سنت هم با کتاب قرآن مطابقت داشته باشه. خب با کتاب قرآن با قرآن عزیزم بیننده گرامی در کجای تعریف آمده که باید حدیث با قرآن مطابقت داشته باشه حدیث صحیح؟ بله خب خود آقای البانی رو خب در کدام کتاب بیننده گرامی در کدام کتاب؟ کتاب آقای البانی در کتاب الان میگم خدمتتون. چه وقت؟ یک لحظه. خب بفرمایین کتاب چاپ کدام چاپش، صفحهش، جلدش و متن عربیش هم اگر بتونین بخونین چون فکر نکنم که فارسی باشه. بله چشم. انی تارک فیکم خلیفتین کتاب الله حبل ممدود ما بین السماء الی الارض. خب و اینهما لن بیننده گرامی تشکر میکنم از شما با خواندن بیننده گرامی عزیزم ما مجبور هستیم که صدای بیننده را قطع کنیم چون میخوان وقت برنامه را ضایع کنن. بیننده گرامی از خواندن شما دیگه واضح شد که شما واقعا اهل تحقیق هستین، اهل پژوهش هستین و به نتایج هم دست یافتین. خب بیننده ها خودشان قضاوت میکنن، وقت نیست که ما دوباره شرح بدم.
خودشان انشالله به سواد شما پی بردن. خب بیننده بعدی السلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. خیلی باش انشالله. بفرمایید بیننده گرامی از کجا صحبت میکنین؟ و علیکم السلام. من از ایران مزاحم میشم. بفرمایید. استاد در مورد مطالبی که جناب استاد فاتح فرمودن، آیاتی رو که قرائت فرمودن، آتاکم الرسول فخذوه و ما ینطق عن الهوی ان هو الا وحی، زیاد هست در این سوال من در این رو بیننده گرامی خود معرفی میشه بکنین که از کجا صحبت میکنین؟ بله بنده حمید هستم از ایران. آقا حمید ها؟ بله در استاد که مطالب فرمودید درست در قرآن هست، ولی چرا اصحاب قبول نکردن؟ یعنی خود قرآن قبول نکردن هیچ ولی چرا بیننده گرامی چرا؟ چی گفتین؟ چرا همین آیات رو اصحاب رسول عمل نکردن؟ یعنی خدا فرمودن ولی آقا حمید میشه آرامتر صحبت کنین چون صدایتان قطع و وصل میشه. بله عرض کردم استاد الان صدا خوبه. عرض کردم همین آیات رو چرا اصحاب بهش عمل نکردن؟ یعنی قبول نکردن حرفای پیامبر رو. پیامبر فرمود علی دوست شماست به گفته شما، ولی اصحاب رفتن به جنگ ایشون، اصحاب بهش فحش دادن، اصحاب باهاش بغضش رو داشتن. اونجوری که آقای ابن تیمیه میگه فان کثیر من الصحابه و التابعین کان یبغضونه و یسبونه و یقاتلونه. بسیاری از صحابه و تابعین به حضرت علی فحش میدادن، حضرت علی رو به جنگش رفتن داشتن. مگر حضرت پیامبر نفرمودن در قدیر خون که علی رو داشت؟ نه کدام یک از صحابه به حضرت علی فحش دادن؟ کدام یک از صحابه؟ جناب ابن تیمیه میگه بسیاری. یکیشون جناب آقای معاویه است. ابن تیمیه رو بگذارین. ابن تیمیه در کدام کتابش ذکر میکنه که اصحاب به پیامبر به حضرت علی رضی الله تعالی عنه فحش دادن یا ناسزا گفتن؟ در منهاج السنه جلد 7 صفحه 137 این مطلب رو میگن. میگه فان کثیر من الصحابه والتابعین كانوا یبغضونه و یسبونه و یقاتلونه. یبغضون من نه من نداره. کان یبغضونه. من از شما میپرسم که کرا بد میدیدن؟ علی من چی بفهمم که بله من از قربترش میخونم براتون. از قربترش میخونم. میگه ولم یکن کذالک علیون. در مورد حضرت علی صحبت میکنیم. میگه ولم یکن کذالک فان کثیر من الصحابه والتابعین کان یبغضونه و یسبونه و یقاتلونه. که حضرت علی اینجوری نبود که همه دوستش داشته باشن. این در میشنوید صدای من؟ بله منهاج السنه جلد 7 صفحه 137 خود ابن تیمیه میگه معاویه دستور میداد در حضرت علی فحش بدن. یعنی نه تنها این رو میگه، مصداق هم تعیین میکنه که معاویه جزو کسانی بود که دستور میداد که به حضرت علی فحش بدن. و چرا همین صحابه، معاویه که صحابه است، چرا قبول نکرد دوستی حضرت علی رو؟ اگر شما ادعا ندارید در قدیر پیامبر گفت علی رو دوست داشته باشید. برادر گرامی ابتدایی که البته در این مورد صحبت ها بسیار زیاد شده و صحبت شما دقیقاً وقتی میین از انکار سنت صحبت میکنین اصلا ربطی با برنامه هم نداره. اما انشاءالله پاسخ سوالتان، پاسخ شبهتان میشنم. سنت پیامبر برای خود که حضرت دوست داشته باشید که درست. برادر گرامی گفتیم صحبت میشه در این مورد صحبت میشه. این ربطی نداشت. میگم ربط داشت. سنت پیامبر دوستی حضرت علی، ولی صحابه دوست نداشتن حضرت علی رو. معاویه صحابه از شما حضرت علی رو دوست نداشت. تشکر. مطلبتون گرفتیم. سلامت باشین. مطلبتون گرفتیم آقا حمید. خب میریم سراغ بیننده بعدی. سلام علیکم برادر عزیز، خوبه بخیر؟ و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بفرمایید دوست گرامی. سلام خدمت شما، خدمت استاد و بزرگوار. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بصیر احمد هستم از ولایت هرات ولسوالی گذره. آقای بصیر احمد بفرمایید، در خدمت شما هستیم. من افتخار میکنم به اسلام بودن، افتخار میکنم به شما برادران خوب اهل سنت. خداوند شما پیروز، کامیاب، موفق داشته باشه. السلام علیکم، التماس دعا دارم. آمین. سلامت باشین بیننده گرامی، سلامت باشین.
خب میرم سراغ بیننده بعدی. بیننده بعدی اگر وصل هستن. خب وصل نیستن، اگر اجازه بدین جناب استاد عبدالرحمن فاتح. خب بیننده پشت خط هستن، میگیریم. سلام علیکم، بفرمایین. بفرمایین بیننده گرامی، بفرمایین. خب میشه آخری تماس میگیریم، قطع شد. بفرمایین. سلام علیکم. رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله. بفرمایین بیننده گرامی. الله اسلام الدین هستم، از تاجیکستان هستم. آقا اسلام الدین بفرمایین، در خدمت شماست. من راننده مرد بارکش هستم، در امی تاجیکستان فعالیت کاری دارم. بله. یک روز واقعه شد که من رمضان بود. سوال شرعی دارین آقا اسلام الدین؟ سوال شرعی دارین؟ درباره همین سند بود که من در سفر بودم. نه گوش کنید برادر گرامی، برادر گرامی، چون اسلام الدین برادر گرامی، برنامه ما برنامه بازسازی اندیشه است. موضوع خاص در اینجا مورد بحث قرار دادیم. اگر میشه سوال شرعی تان انشالله یک و نیم ساعت بعد برنامه پرسش و پاسخ آغاز میشه. در او برنامه اگر سوال شرعی تان مطرح کنین ممنون خواهیم شد. درست است؟ درست. سلامت باشین برادر گرامی. خب بیننده های عزیز و گرامی، یک میان برنامه کوتاهی را میبینیم و پس دوباره انشاءالله باز هم در خدمت شما خواهیم بود با ادامه بحثمان. خب بینندگان عزیز و گرامی، با عرض سلام مجدد و دوباره خدمت شما هستیم و بحثمان پیرامون پاسخ به منکران سنت که البته در رأس منکرین سنت روافض که امروز به تشیع هم شهرت دارند اینا هستند و گاهی اگر مصلحت و منفعتی از اینها تقاضا کرد باز اینها بحثی از سنت میکنن و دلیل از سنت میارن و گویایی که تابع سنت هستن و پیرو سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم هستن. یعنی انسان تعجب میکنه که کسی که خود را از اطاعت از پیامبر صلی الله علیه و سلم دم از طاعت و دم از پیروی از رسول الله صلی الله علیه و سلم میزنه و عزیزترین و گرامی ترین بانوی رسول الله صلی الله علیه و سلم، گرامی ترین مادر مؤمنان عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها را متهم به زنا میکنه. خدای نخواسته
اینها امروز میان ادعا از تبعیت از سنت میکنن و این بحث مطرح میکنن که گویا پیامبر صلی الله علیه و سلم گفته که از فلان اطاعت کنین و از فلان اطاعت کنین و چرا فلان ها از علی اطاعت نکردن. تعجب میکنم. جناب استاد عبدالرحمن فاتح، اگر بحث فکر کنم از اینجا آغاز کنیم که یکی از بیننده ها، ما مطمئن بودم از سطح سواد، از سطح دانشش، اما باز هم میخواستیم که به بیننده ها هم معلوم شوه و آشکار شوه و تبیین شوه که اینها چیزی ندارن برای گفتن، فقط میخوان که این طرف و این طرف بالا پر بزنن، از این شاخه به این شاخه بپرن. بحث تعریف حدیث صحیح جناب استاد فاتح، چون شما خودتون تخصص دارید در حدیث. جناب استاد، من حقیقتا وقتی برادرم و تماس گرفتن، یا این عزیز بگین به هر صورت، یا برادر یا هر کس، از ایشان اولا تشکری میکنم از تماس ایشان، چرا که یعنی واقعیت بگم واقعا شاد شدم و خیلی خندیدم. واقعا این زمینه خندیدن ما فراهم کردن، تشکری میکنیم از اونها. ولی در بحث سواد خب ماشاءالله دیدین دیگه، حدیث صحیح وقتی میگین حدیث صحیح تعریف بکن، میگه رجالش ثقه باشه، موافق با قرآن باشه. اصلا همچون تعریفی این و امثالش، هر کس که این را فرستاده یا خودش این بیچاره، خیلی ها خود درمانده از یک کتاب اهل سنت بیارن که همچون تعریفی کرده باشه. همچون تعریف بیجای از حدیث صحیح کی گفته؟ در کدام کتاب اهل سنت آمده؟ شما میگین کتاب آلبانی بیارین، شروع میکنه به خواندن روایت، و عجیب اینه جناب استاد، این واقعا من تعجب میکنم وقتی که اینها میخواند که استدلال بکنن، از کتب وهابی ها استدلال میکنن به تعبیر خودشان. بله. همان استدلالشون از کتب وهابی های، یعنی آلبانی رحمه الله میگن یک وهابی بوده به تعبیر اینها. البته میگم گرنه ما صحبت کردیم که وهابیتی وجود نداره، وجود خارجی نداره، ولی اینها میان باز از همین کتب میان استدلال میکنن. خب بیچاره ها میگه من تحقیق زیاد کردم، یک حدیث صحیح نیافتم. بابا جان تو اول حدیث صحیح یاد بگیر که چی هست، تعریف حدیث صحیح یاد بگیر، بعدن تحقیق و دیگه مسائل پیش تو پیچکش بمونه، اونجا باشه. فقط اول تعریف حدیث صحیح. یعنی واقعا انسان جناب استاد تعجب میکنه، این بیچاره ها یک 4 کلمه از چند تا آخوند دروغگو و آخوند شیاد یاد میگیرن، میان در اینجا تکرار میکنن والله حدیث صحیح وجود نداره. حتی همون آخوندایشان مأموریت دارن. حالا مأموریت حداقل جناب استاد کسی هم که حقوق میگیره آبروریزی نکنه. خب این آبروریزی برای خودشان هست، همچون افراد نفرستن جلو، حداقل کسایی بفرستن که حداقل در همون حرفی که میزنه همون بفهمه که چی میگه. کدام عملشان آبروریزی نداره کی عمل داشته؟ به هر حال این خب خیلی واضح و آشکاره، خیلی واضح و آشکار. حداقل آخوندها کم شیادی یاد دارن، راحت از زیر دروغها فرار میکنن. وقتی دروغ رو افشا کنی میگه منظور من نبوده، این بوده. یک دروغ دیگه بالا میکنه، خلاصه از این دروغ میگذره. اما این بیچاره خب میگه حدیث صحیح، من والله یک حدیث صحیح پیدا کردن نتونستم. حالا یک حدیث صحیح پیدا کردن نتونستی، تو بیا حدیث صحیح تعریف کن. بگذارید جناب استاد به هر حال یک حرفی بزنم که کمی خنده‌دار باشه، واقعیته. بفرمایید. یک عالمی یک روزی گفت که این حدیث دروغه. این بر ائمه حدیث این اتفاق افتاد. گفت این حدیث دروغه. کسی آمد رفت پیش یک از شاگردای شیخ برای گفت که این میگه حدیث دروغه، استاد تو میگه حدیث دروغه، ولی من این حدیث رو یافتم در یک کتابی. بعد اون شاگرد میگه که اگر استادم این حرف زده باشه راست میگه، حدیث دروغه. اون کتاب بیار که ببینم. کتاب میاره. کدام کتاب؟ کتاب الموضوعات ابن جوزی. خب این بیچاره نمیفهمه که الموضوعات یعنی احادیث دروغ. احادیث دروغ امام ابن جوزی در این کتاب جمع کرده. احادیث جعلی و دروغ. حالا که کل کتاب بر امام ابن جوزی زحمت کشیده، کل احادیث دروغ یا نیه در این حرف. المهمی که این کتاب این روایت ری در کجا دیده؟ در کتاب الموضوعات. در کتاب الموضوعات دیده، کتاب الموضوعات ابن جوزی. بعد میاد میگه که چرا این عالم گفته این حدیث دروغه؟ خب بابا جان الموضوعات خودی به معنی دروغه. خب اول تو اصطلاحات شرعی بفهم، اصطلاح حدیث صحیح بفهم. حالا به این نفر میگن اصطلاح حدیث صحیح بفهم، بعد بیا بگو که حدیث صحیح من نیافتم. آن وقت ما هم تصدیق میکنیم که والله این بیچاره زحمت کشیده، تحقیق کرده، حدیث صحیح نیافته و ما یک حدیث صحیح برای از پیش بکنیم، نشان بدیم که یعنی در اینجا حدیث صحیح هست. ولی مادامی که تو حدیث صحیح نمیشناسی، ما چگونه برای تو حدیث صحیح بیاریم و چگونه تو واقعا میای همچون حرفی میزنی که من حدیث صحیح نیافتم؟
ما میگیم یک ضرب المثل است، اول فهم کن باز فهم کن. بله، اول بله، فهم خیلی کن، مهمه. استیعاب کن، هضم کن موضوع را، بعدش باز بیان بکن. بله. این هم از همون جمله است. تعریف حدیث صحیح خیلی تعریف جالبه بود جناب استاد. بله. خب سوال برادر دیگری ما که آقا حمید فکر کنم از بی برنامگی و بی موضوعی خواستن یک سوال داشته باشن، خواستن یک موضوع را مطرح کنن بله. در رابطه با صحبت ایشان. حقیقتا جناب استاد وقتی یک نفر میگه که چرا صحابه پیامبر به حدیث رسول الله علیه و السلام عمل نکردن، اول اینکه جناب استاد اتفاقاتی که در میان صحابه افتاده 1400 سال یا کمتر یا بیشتر گذشته و الله سبحانه و تعالی ما در قرآن دعوت میکنه که تلک امتون قد خلت لها ما کسبت و لکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا یعملون. اونها امتی بودن گذشتن و شما امتی هستید که به هر حال شما به اونها کاری ندارید، اونها به شما کاری ندارن، شما از اعمال اونها سوال نمیشید، از اعمال اونها سوال نمیشید. حالا صحابه هر کاری کردن به خودشان مربوط میشه. حالا تویی که به هر حال خودت را مسلمان این عصر میدانی باید به سنت پیامبر عمل بکنی. شما خودتان چی مقدار به سنت رسول الله علیه و السلام عمل میکنید؟ و اتفاقاتی که در میان اصحاب رسول الله علیه و السلام افتاد، همین افرادی که یعنی بگین که واقعا بزرگان همین ها بودن که در میان صحابه پیامبر علیه و السلام اختلاف انداختن. ما مثلا در پشت پرده قضیه جنگ جمل و جنگ صفین که در میان اصحاب برخی از اصحاب پیامبر علیه و السلام اتفاق افتاده، وقتی مراجعه بکنین میبینین که دست اینها، دست شوم یهودیت متاسفانه در پشت پرده بود و تلاش میکرد برای از اینکه مسلمان ها به هم نزدیک نشن. و عجیب اینه که اینها کاسه داغتر از آشن همیشه. میگن که امام حسن رضی الله تعالی عنه خلیفه، میگن که امام دومه، درسته یا نه؟ میگن امام دومه بعد از حضرت علی. همین کسایی که میآیند به معاویه خورده میگیرن، همین حضرت حسن رضی الله تعالی عنه میآید با همین معاویه صلح میکنه و با او سازش میکنه، ولی اینها نمیسازن با او. حسن در همون حسن رضی الله تعالی عنه در قضیه و در پیرامون جنگی که میان حضرت علی رضی الله عنه و حضرت معاویه رضی الله عنه میشه حضور داره و در همان زمان زندگی میکنه، موضوع را بهتر از ما میدانه. بعد از شهادت پدرش میفهمه که موضوع از چی قرار هست، میایه با معاویه رضی الله تعالی عنه صلح میکنه، سازش میکنه. و حسین رضی الله تعالی عنه تا زمانی که معاویه رضی الله عنه زنده هست با اونها صلحشان ادامه داره و با او سازش میکنه. یعنی چگونیه؟ اینها باز میان بعد از 1400 سال بعد کاسه داغتر از آش میشن. اما این دروغی که گفت که معاویه دستور میداد که علی رضی الله عنه را لعن بکنن و نفرین بکنن، در کجا یک روایت صحیح باز نشه که صحیح باز بگه که رجالش ثقه باشه و موافق با قرآن باشه؟ نه، حدیث صحیح. اولا آقا حمید خوبه که بفهمه که حدیث صحیح چیه. بعد از این که حدیث صحیح فهمید، خیلی خوبه که یک روایت صحیح مطرح بکنن که حضرت معاویه رضی الله عنه دستور داده باشه که شما لعن علی بکنین رضی الله تعالی عنه و الله سبحانه و تعالی از همه راضی باشه. و چنانچه رسول الله علیه و السلام میگن لعنت خدا بر کسانی که بر اصحاب من دشنام میدن و سب و شتم میکنن اصحاب مرا، و رحمت الله و رضوان الله سبحانه و تعالی بر اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم باد. خب جناب استاد، چون در دقایق پایانی برنامه قرار داریم، یکی از سوالایی که مطرح میشه است که کسایی که خود اهل قرآن یا قرآنیون مینامن، بله، چه قسم حدیث قبول ندارن، سنت قبول ندارن، اما قرآن قبول میکنن؟ این قرآن توسط کی رسیده؟ یعنی حقیقتا نقل قول میشه. جناب استاد، اگر شما در عقاید اینها و در افکار پوچ اینها مراجعه بکنین، میبینین که تناقضاتی از این قبیل زیاد میابین. تناقضات بسیار زیادی در عقیده و در فکر اینها وجود داره و در کل اهل باطل وقتی که ما در عقاید و اصول آنها مراجعه بکنیم، این تناقضات موجوده و تناقضات وجود داره. این افراد میآیند سنت پیامبر علیه السلام را اعتراض میکنن که سنت پیامبر چنین است و چنان است و نمیفهمم این کار شده و این کار شده، و که بعدا ان شاء الله ما به شبهات اینها اگر موافق باشین ان شاء الله در برنامه آینده طبعا ان شاء الله به برخی از شبهات اینها خواهیم پرداخت. اما بس اینجایی که جناب استاد، همین کسانی که احادیث رسول الله علیه السلام را روایت کردن، همین افراد قرآن کریم را جمع کردن، همین افراد قرآن کریم را جمع کردن، همین افراد قرآن کریم را روایت کردن از رسول الله علیه السلام. اما عجیب اینه که اینها یک بام و دو هوا دارن.
یک بام و دو هوا دارن. یک بار از یک طریق قبول میکنن ولی از طریق دیگه قبول نمیکنن و این تناقض بسیار واضحه، تناقض بسیار آشکاریه. و الا اینکه سنت رسول الله علیه الصلاه و السلام توسط همان صحابه گفته شده رضوان الله علیهم اجمعین که قرآن کریم از اونها روایت شده و اونها قرآن کریم جمع آوری کردن. مادامی که ما اونها رو زیر سوال ببرین حقیقتا قرآن زیر سوال میبرین. خب هدف اصلی اینها هم همیست که قرآن زیر سوال جناب استاد من گفتم برای شما که بعضی از این افراد در بنده میشناسم که از چند سال گذشته تا به حال یعنی بگین 100% فرق کرده. اول آمد گفت که والله برخی از این احادیث هست که اینها ما خبر احاد قبول نداریم و خبر متواتر قبول دارین، این قطعی و دلالیه و ارز زنی و دلالیه. خیلی خوب. بعد آمد گفت والله این حدیث موافقت نداره و این حدیث نباید در بخاری باشه و این حدیث نباید در کجا باشه و این حدیث نباید در کجا باشه. اعتراض بر سر کتب حدیث. شروع کرد به طعن و لعن به اصحاب کتب حدیث، بر امام بخاری و بر امام مسلم و بر اینون. شروع کرد به توهین کردن و بد گفتن و بد و رد گفتن. از این مرحله گذشت آمد کلا سنت رد کرد. گفت این سنت سالها بعد نوشته شده و حالا این کی میفهمه که این واقعیت داره و نداره و به هر حال چرا در اوایل جمع نشد و چرا در زمان رسول الله جمع نشد و چرا عمر منع میکرد به تعبیر بعضی از اینها که بعدا ان شاء الله ما به شبهات میپردازیم و اینها را یک یک جواب میدیم. چرا در زمان بزرگان صحابه جمع‌آوری نشد و چرا کتاب‌هایی در اون زمان نوشته نشد و که بعدا نوشته شده که ما همین اینها رو ثابت میکنیم که نوشته شده بوده، ثابته. ولی این مرحله میاد چیکار میشه؟ سنت رو کلا انکار میکنه. بعد میاد در باب قرآن میگه من کل قرآن قبول دارم. بعد میاد چند وقتی که میگذره میگه والله فلان آیه موافقت نداره نباید در قرآن باشه یا فلان سوره نباید در قرآن باشه. همین قرآنیون امروزی که تعبیر قرآنیون استفاده میشه میگه که سوره توبه و انفال نباید در قرآن باشه. این سوره ها وحشت به وجود میاره نعوذ بالله، چون آیاتی که بینی اینها رو به خاک میماله. پس از این معلوم میشه که اینها یک تعدادش اگر از روی جهل باشه یک تعدادش روی یک برنامه پیش میرن و یک برنامه سیستماتیک و صورت تدریجی پیش میرن. ممکنه که احیانا دیکته شده باشن جناب استاد و از روی مزدوری کار انجام بدن و احیانا میشه که گفت وقتی که قلب جناب استاد سیاه بشه دنبال شبهات بره، هر روز شیطان یک شبهه جدید به ذهن انسان میندازه و باعث بر این میشه که انسان دیگه کلا از دایره خارج بشه. جناب استاد عبدالرحمن فاتح بسیار با عرض معذرت وقت برنامه میگن تمام شده و حتی فکر کنم یک نیم دقیقه گذشته. امیدوار هستیم که انشالله در برنامه آینده هم با ما حضور داشته باشیم تا موضوع پاسخ به شبهات به اصطلاح کسایی که خود قرآنیون مینامند را دنبال کنیم. بیننده های عزیز و گرامی تا برنامه دیگر و دیدار دیگر همه شما عزیزان و سروران را با پناه الله یکتای به همتا می سپارم. خداوند یار و نگهدارتان و السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. جزاکم الله خیر. بارک الله فیک. Hey, hey.